به نظرت بهترین و پرفکت ترین ویدیویی که توی یوتیوب میتونی ببینی برای آموزش ترید چه سبکی از ویدیو هستش؟ با قاطعیت و اعتماد به نفس میگم که این ویدیو پرفکت ترین و بهترین ویدیویی خواهد بود که تا حالا برای آموزش ترید توی فضای مجازی دیدی. چون که میخوام که استراتژی شخصی خودم رو که بعد از 7 سال بهش رسیدم رایگان در اختیارت قرار بدم. شاید درست نباشه که این استراتژی با ارزش رو من رایگان همینطوری توی یوتیوب قرار بدم، اما با این شرایط وضعیت مملکت و وضعیت مردم واقعا نمیتونم که از مردم انتظار داشته باشم که دوره برگزار بکنم و بیان دوره بخرن یا منتورینگ برگزار بکنم اونجا یاد بدم. من رایگان در اختیارت قرار میدم، به شرطی که شرطش هم اینه که هزاران بار این استراتژی رو برای خودت تست بکنی، ریز به ریز نکات رو در بیاری، بنویسی، توی کامنت ها اینقدری از من سوال بپرسی که من رو پیر بکنی که نهایتا این استراتژی رو یاد بگیری. ببین 7 سال شاید برای تو یه دونه عدد باشه، اما 7 سال از عمر من بودش. توی این 7 سال هزاران دلار ضرر کردم. توی این 7 سال هزاران اشتباه رو پشت سرم دیگه تکرار کردم و صدها بار سعی کردم که این استراتژی رو بهینه کنم که نهایتا به این نسخه‌ای که میخوام الان بهت آموزش بدم برسم. پس قدرش رو بدون. اگر که همین امروز شروع بکنی به ترید کردن، شاید 7 سال دیگه تازه به این استراتژی برسی. پس من اگر جای تو باشم قدر این استراتژی رو میدونم. اما نکته جالب این ویدیو این هستش که من نمیخوام که برم توی گذشته مارکت مثلا یه قسمت رو پیدا بکنم اون رو بهت آموزش بدم. میخوام معاملات شخصی خودم رو که دقیقاً با این استراتژی زدم رو کامل توی حساب ریل بهت نشون بدم، استیتمنتم رو بهش نشون بدم که ببینی که از این استراتژی میتونی که سود بگیری و به سوددهی برسی. و قسمت جذاب ماجرا اینه که سودم رو هم برداشت میزنم. $400 من از این استراتژی سود کردم هفته پیش. سودم رو برداشت میزنن که ببینی که از این استراتژی از ترید میتونی که به سوددهی برسی، سودت رو برداشت بزنی و باش اشغال بکنی. بدون فوت وقت بریم سراغ چارت که کامل این استراتژی رو در اختیارت قرار بدم. خب دوستان عزیزم بریم سراغ چارت و معاملات. من میخوام که استیتمنتم رو بهتون نشون بدم که ببینید که به چه صورتی معامله شده. حسابمون حساب لایف هستش روی بروکر ای پلنت و $10,000 من واریز داشتم به این حساب و خب معاملاتی که هفته پیش انجام دادم رو کامل اینجا دارید میبینید که نهایتا آخر هفتم $400 رو برداشت زدم. خیلی شاید بپرسن که چرا $400 رو برداشت زدی توی یه هفته؟ حداقل مثلا یه ماه ترید میکردی، مثلا یه 10% 20% سود میکردی، بخشی از اون رو برداشت می‌کردی یا مثلا می‌ذاشتی حسابت بزرگتر بشه. یه نکته روانشناسی رو بهتون بگم، ببینید حساب بزرگ نمیشه. این نظر منه. اون چیزی هم که شما توی اینستاگرام دارید می‌بینید، توی یوتیوب دارید می‌بینید که نمیدونم تبدیل کردن حساب $100 به $1,000,000، اونا همشون توهمن. یعنی این توهم رو به تریدرها میدن که این اتفاق میتونه که بیفته و از این توهم دارن ویو میگیرن، برای خودشون پیجشون رو بزرگ میکنن، نمیدونم یوتیوبشون رو بزرگ میکنن. مطمئن باشید که اگر هم یکی داره اون کار رو انجام میده، 100 تا حساب دیگر رو به فنا داده که تونسته یکیش رو حالا حسابش رو رشد بده و هم ویدیو همون رو براتون گذاشته. من کاری که انجام میدم هر هفته هر چقدر که سود بکنم، چه $10 چه $500 چه $100 سودم رو برداشت میزنم. این برای من یک آرامش و اعتماد به نفسی رو برای معاملات بعدی من میده. اگر ضرر بکنم برای من مهم نیست، هفته آینده جبران میکنم. اگر سود بکنم هر چقدر که سودم باشه سودم رو برداشت میزنم و توهم بزرگ کردن حساب با ترید رو ندارم. ترید برای من فقط امرار معاش هستش. یعنی من انتظار ندارم که از ترید میلیاردر بشم. اگر که این دیدگاه رو دارید که توی زندگیتون قراره که از ترید میلیاردر بشی، به نظرم این رو ببوسید بذارید کنار. شما کار خودتون رو انجام بدید. هر چقدر که سود کردید از این مارکت برداشت بزنید. بعدن اگر که خب تونستید سرمایه‌تون رو بزرگ بکنید که سوداتون بزرگ بشه. نه اگر سرمایه ندارید میتونید که خب اکانت پراپ بخرید. اگر با حساب $1,000 دارید معامله میزنید، بعد از اینکه توی حساب $1,000 مطمئن شدید که شما تریدر سوددهی هستید، برید پراپ $100,000 بخرید که سوداتون بزرگتر بشه. این توهم رو از ذهنتون پاک بکنید که حساب $1,000 رو قراره که $1,000,000 بکنید. این یک نکته روانشناسی که گفتم که حالا توی ذهنتون داشته باشید. خب بریم تک تک معاملاتمون رو بهتون نشون بدم. این معاملات یورو من هستش که 2 تا سل رو من توی یورو داشتم و اشتباه کردم که ریسک فری کردم و بعد از اینکه من با ریسک فری خارج شدم مارکت اومده ریخته و من سودم رو از دست دادم. اما بعد از اون داریم می‌بینیم که یه سل دیگه زدم که به سوددهی رسیده.
معامله بعدیم توی طلا بودش که استاپ خوردم معامله اول رو، همین معامله هستش. 2 تا معامله بعدیم رو مارتینگل وارد شدم و سود کردم، این معامله و این معامله هستش. و معامله آخر هم مربوط به طلا هستش که $116 ازش سود گرفتم. بریم پای چارت. استراتژی که بر اساس اون استراتژی وارد این پوزیشن ها شدم رو کامل بهتون آموزش بدم، نحوه ورود به معامله رو بهتون نشون بدم و بگم که چه تحلیل هایی رو کردم که وارد این پوزیشن ها شدم. ویدیویی که امکان نداره که مثلش رو توی اینستاگرام دیده باشید، توی حساب لایو و معاملاتم رو گذاشتم، دارم بهتون استراتژیم رو آموزش میدم، تحلیل هایی که کردم و وارد پوزیشن شدم رو دارم بهتون آموزش میدم. دیگه فکر نمی‌کنم که بعد از دیدن این ویدیو واقعا تریدری باشه که نتونه که از این استراتژی سود بگیره. عملا دارم همه چیز رو بهتون یاد میدم. ضمن اگر که میخواید که حالا بیشتر همراه من باشید و با این استراتژی زمانی که من معامله میکنم تحلیل میکنم شما هم بتونید که ازش استفاده بکنید، لینک کانال تلگرامم رو توی دیسکریپشن براتون میذارم، اونجا وارد بشید. سعی میکنم از معاملاتم هم بذارم، اما قطعا از استراتژیم و نواحی ورودی که بهم میده توی تلگرام میذارم که اونایی که با این استراتژی میخوان ترید بکنن بتونن که ازش استفاده بکنن. توی اینستاگرام هم از لایف استایل شخصی خودم به عنوان یک تریدر موفق براتون میذارم، برای تریدرهایی که تازه شروع کردن به ترید کردن یا هنوز به سوددهی نرسیدن خیلی مهمه که بدونن که بعد از اینکه موفق شدن چه لایف استایل رو خواهند داشت. و این رو شما میتونید که توی اینستاگرام هم کامل ببینید و لینکش توی دیسکریپشن هستش. پس حتما اینستاگرام و تلگرام رو هم فالو بکنید. خب بریم سراغ تریدینگ ویو، من کامل بهتون آموزش بدم. ببینید اتفاقی که هفته پیش افتاد، من چارت رو که باز کردم روز دوشنبه همین صحنه رو دیدم. ببینید یک گپ خیلی بزرگ رو زده بود، ساختار خیلی بزرگ سعودی شروع شده بود، اما زمانی که زوم اوت کردم دیدم که کامل مارکت نزولی هستش. خب من چرا اومدم اینجا سل زدم؟ چرا مثلا در جهت حالا ساختار وارد پوزیشن نشدم؟ الان کامل بهتون آموزش میدم. ببینید شما زمانی که میخوای ترید بکنی 3 تا برای خودت باید مؤلفه رو مشخص بکنی. یک، دایرکشن یا همون جهت معامله. زمانی که میخوای پوزیشن رو باز بکنی دیگه اینطوری نباشه که ندونی که امروز میخوای سیل بزنی یا بای بزنی. دیگه چارت رو اول صبح باز کردی، باید برای خودت مشخص باشه که امروز من سلرم یا بایرم. این یک نکته. نکته دوم، باید لوکیشن رو برای خودت تعیین بکنی، ناحیه ورود. شما میای جهت رو مشخص میکنی، میگی که آقا امروز من سلرم. خب کجا میخوای سل بزنی؟ اینجا میخوای سل بزنی، اینجا سل میزنی، اینجا سل میزنی، اینجا سل میزنی، کجا میخوای وارد پوزیشن بشی؟ این رو باید مشخص بکنی و نهایتا کانفرمیشن یا همون تایید برای ورود به پوزیشن هستش. من هر 3 تا رو توی این استراتژی بهتون آموزش میدم. بریم بالاتر بهتون یاد بدم که چطور دایرکشن یا همون جهت مارکت رو تعیین بکنید که در چه جهتی میخواید وارد پوزیشن بشید. یک، شما باید استراکچر رو برای خودتون مشخص بکنید. یعنی استراکچر در هر جهتی که باشه ما در همون جهت وارد پوزیشن میشیم. استراکچر یعنی چی؟ ساختارمون به چه شکلی هستش؟ احتمالاً اگر خب سابقه ترید دارید و دوره اساتید رو خریدید دیگه همچین شماتیکی رو به شما یاد دادن که اگر کف و سقف‌های بالاتر رو توی مارکت ببینید روندتون نزولی هستش، اگر کف و سقفاتون پایین‌تر باشه روندتون نزولی، و اگر که خب هیچ کدوم از اینا نباشه روندتون رنج هستش. خب خیلی عمالی. اما مارکت که همیشه به این سادگی نیستش. ما این رو یاد گرفتیم، اما زمانی که شما میخواید ترید بزنی مارکت خیلی براتون مبهمه. گفتم ببینید اینجا ما داریم کاملا میبینیم که روندمون سعودی هستش. میاد یه ذره زومات میکنیم میبینید که روندتون نزولیه. الان میخواید بای بزنید چون روندتون سعودی، آخرین لگتون سعودیه، یا میخواید سل بزنید چون که ساختار کلیتون نزولیه؟ اینو بهتون الان یاد میدم. ببینید ما گفتیم پس مارکت همیشه به این تمیزی نیستش و چیزی که ما توی مارکت داریم میبینیم یک همچین ساختاریه. یک همچین چیزی رو معمولا شما زمانی که میخواید ترید بزنید توی مارکت میبینید که خیلی گیج میشن، نمیتونن تشخیص بدن که چه خبره و استاپ های زیادی رو میخورن. خب چه خبره اینجا؟ شما برای اینکه بتونید که توی همچین مارکت مبهمی توی همچین زمانی ساختار مارکت رو تشخیص بدید باید روی 2 تا کانسپت خیلی مهم مسلط باشید. ساختار اکسترنال و اینترنال. به چه شکلی هستش؟ ساختار اکسترنال یعنی چی؟ استراکچر اکسترنال یعنی ساختار بیرونی من.
ساختار بیرونیتون یعنی چی؟ چطوری هستش؟ کف و سقف‌های مهم رو توی مارکت برای خودتون مشخص میکنید و بر اساس اون کف و سقف‌ها تعیین میکنید که مارکت جهتش به چه شکلیه. خب چطوریه؟ به چه شکلی شما میایید این رو انجام میدید؟ ببینید کفتون کجا هستش. این براتون کفی هستش که مارکت از اینجا شروع شده. این کف بالاترین سقفی که ساخته کدوم سقفه؟ این هستش یا اصلا اینه؟ بالاترین سقفی که این کف موفق به ساختن شده این سقف هستش. اینو شما به عنوان سقف اکسترنال در نظر میگیرید. این میشه کف اکسترنالتون، این میشه سقف اکسترنالتون. هر روندی که ما بین این دوتا ببینید براتون میشه ساختار اینترنال یا همون داخلی. اینا میشه اکسترنال بیرونیتون، اینا چون که داخل این دوتا اکسترنال هستن میشه ساختار اینترنال یا همون داخلی شما. خب بعد از اون زمانی که این کف و سقف از دست بره، اگر که روندتون سودی باشه، اگر که ساختارتون سودی باشه، زمانی که سقفتون از دست بره ما میگیم BOS یا همون بریک آف استراکچر اتفاق افتاده. اگر کفتون از دست میرفت، به جای اینکه این سقف رو بشکنه میومد اینجا کف رو میشکست و بریک میکرد، میگفتیم CH همون چینج آف کاراکتر یا همون عوض شدن جهت مارکت، یعنی از سودی به نزولی تبدیل میشد. پس تا زمانی که کف اکسترنال شما از دست نرفته ساختارتون عوض نمیشه. ما برای اینکه تعیین بکنیم که آقا الان مثلا ساختارمون نزولیه، کی باید بای بگیریم؟ زمانی که خب سقف اکسترنال شما توی روند نزولی عوض بشه و برعکسش توی روند سودی هستش. خب اینجا میشه سقف ما اینجا میبینیم که میشکنه و بریک آف استراکچر یا همون BOS اتفاق میفته. چه سقفی بالاتر از این سقف ساخته میشه؟ این سقف. چه کفی باعث شد که این سقف ساخته بشه؟ چه کفی هول داد روند رو به سمت بالا؟ این کف. خب بعد از اون بریک آف استراکچر رو کجا داریم؟ اینجا داریم. چه کفی باعث شد که این سقف ساخته بشه؟ این سقف. اینجا اینطوری شد. یک بار دیگه بکشم. این میشه سقف جدید ما و این هم میشه کفی که باعث شد که این سقف ساخته بشه. خب داریم میبینیم که دوباره سقف جدید رو مارکت میخواد بزنه. چه کفی باعث شده این سقف تشکیل بشه؟ این کف. این میشه ساختار اکسترنال شما. تا زمانی که روی کانسپت ساختار اکسترنال، استراکچر اکسترنال شما مسلط نشدید، احتمالاً توی تعیین کردن جهت روند به معامله، جهت ورود به معامله مشکل خواهید داشت. پس خیلی باید روی این کانسپت کار بکنید و روش مسلط بشید. خب این میشه یک نکته. ما اومدیم ساختار اکسترنال رو برای خودمون تشخیص دادیم. الان میگیم که یک چیز دیگه هم داریم به اسم ساختار اینترنال که ما بین این دوتا ساختار اکسترنال زمانی که مارکت نوسان میده بهش میگیم ساختار اینترنال. چه کاربردی رو به ما داره؟ ما گفتیم که یک میخوایم دایرکشن رو برای خودمون تعیین بکنیم. دو میخوایم چی رو تعیین بکنیم؟ ناحیه یا همون لوکیشن رو. ساختار اینترنال بهتون لوکیشن میده. ساختار اینترنال بهتون کانفرمیشن میده. شما از طریق ساختار اینترنال میایید ناحیه ورود به معامله رو مشخص میکنید، میایید استاپتون رو مشخص میکنید، میایید تی پیتون رو مشخص میکنید. پس از طریق ساختار اکسترنال دایرکشن و از طریق ساختار اینترنال لوکیشن رو برای خودتون تعیین میکنید. پس این شد استراکچر من. قدم اول توی این استراتژی اینه که بیاید استراکچر و ساختار اکسترنال و اینترنال رو برای خودتون تعیین بکنید. قدم دوم شما میشه 50%. 50% چی هستش؟ من میگم 50% بهش. 50% یعنی اصلاح بده مارکتتون. آقا اومد اینجا یک حالا اسپایک رو تشکیل داد. این اسپایک باعث شد که این سقف از دست بره. بذارید من بهتون نشون بدم. این سقف ما بود. این اسپایک که اینجا زد باعث شد که این سقف از دست بره. خب ما میخوایم که وارد پوزیشن بشیم. کجا باید وارد پوزیشن بشیم؟ باید منتظر بمونیم که 50% حداقل مارکت بهتون اصلاح رو بده که وارد پوزیشن بشید. دوباره اومد اسپایک رو زد باعث شد که این سقف از دست بره. کجا وارد پوزیشن میشیم؟ شما اسپایک رو دیدید، 50% منتظر میمونید که مارکت بهتون اصلاح بده و وارد پوزیشن میشید. آیا باید دقیقاً 50% باشه؟ خیر. هر چقدر که بیشتر از 50% به شما اصلاح بده براتون روند معتبر هستش. یعنی حداقل 50%، حتی اکثر هم خب تا زمانی که این کف برای مثال از دست نرفته شما میتونید که منتظر بمونید که این اینجا اصلاح بده
منتظر حالا تاچ شدن ناحیه ورود به معاملتون باشید و وارد پوزیشن بشید. پس قدم دومتون اینه که بعد از اینکه اسپایکی توی مارکت زده شد، بعد از اینکه لگی توی مارکت تشکیل شد، حداقل روند 50% براتون اصلاح بده. قدم سوم چی هستش؟ میای برای خودتون اوبیا و FVG ها رو مشخص میکنید. اوبیا و FVG رو احتمالاً بلدید، اگر که بلد نیستید توی کامنت ها برام بذارید که من یه ویدیو دیگه و جداگونه کامل برای اوبی و FVG بسازم که هم کامل مشخص بشه، هم براتون مشخص بشه که چرا اصلا مثلا اون اوبی یا اوردر بلاک هایی که برای خودتون مشخص میکنین کار نمیکنن. خیلی بر اساس اوردر بلاک میام لیمیت میذارن یا میخوان که وارد پوزیشن بشن، بعد میبینن که اصلا کار نکرد و استاپ خوردن. دلیلش رو اگر که توی کامنت ها بخواید ازم توی ویدیو بعدی میتونم که براتون بسازم. خب اوبی رو برای خودمون میایم مشخص میکنیم. کجا میایم مشخص میکنیم؟ گفتم از همون ساختار اینترنال برای خودمون کمک میگیریم. بذارید من اینا رو پاک بکنم. خب میایم برای خودمون اوبی ها رو مشخص میکنیم. اوبی ها کجا هستن؟ جایی که از اونها اسپایکی تشکیل شده باشد، یعنی مارکت بهش برسه اسپایک بزنه، این میشه اوبی برای ما. اولی مؤلفه اوبی برای ما این هستش که از اونجا یک روند خیلی قوی و اسپایکی تشکیل شده باشه. دو، چه اسپایکی چه اوبی اوردر بلاکی معتبره؟ اونی که حداقل بالای 50% ناحیه اصلاحیتون باشه. این قدم دوم که 50% بهتون رو گفتم. ببینید شما ممکنه که مثلا اینجا بیایید ببینید، بذارید من اینو براتون مشخص بکنم. دارم راجع به این لگ حرف میزنم، این لگ رو دارم بهتون میگم. خب اینجا احتمال داره که شما یه دونه اوردر بلاکتون اینجا باشه. خب یه دونه اوردر بلاکتون ممکنه که این ناحیه باشه، یه دونه اوردر بلاکتون ممکنه که این ناحیه باشه، یه دونه اوردر بلاکتون ممکنه که این ناحیه باشه که از اینجا روندتون شروع شده. خب ما میایم میگیم که آقا بر اساس اوردر بلاک میخوایم وارد پوزیشن بشیم. از کدوم اوردر بلاک استفاده بکنیم؟ اوردر بلاکی که زیر ناحیه 50% اصلاحی شما هستش. منتظر میمونید بعد از اینکه اسپایک رو زد دیگه روی این اوردر بلاک وارد پوزیشن نمیشید، حتی روی این هم نمیشید. اوردر بلاک محبوب برای ما این و این هستش. توی این استراتژی با این اوردر بلاک هایی که بالای ناحیه 50% برای شما توی لگ حرکتی قرار دارن برای ما مهم نیستن. گول این اوردر بلاک ها رو نخورید مگر توی شرایط خاص که مومنتوم قوی باشه، اونم توی ویدیوی جداگونه بهتون میگم. این فقط برای این هستش که شما با کلیات استراتژی آشنا بشید. من تکنیک ها و حالا چیزای ادوانس و پیشرفته هم در مورد این استراتژی توی ویدیوهای بعدی خواهم گفت که حتما سابسکرایب بکنید که ببینید. خب ما گفتیم که آقا میایم 50% رو برای خودمون مشخص میکنیم و زیر 50% هر اوبی که باشه از اون استفاده میکنیم. این ناحیه 50% برای ما هستش، اینجا ناحیه 50% اون هستش. اگر خودتون نمیتونید تشخیص بدید از فیبوناچی میتونید که کمک بگیرید. منتظر میمونیم که مارکت بیاد اینجا اصلاحی رو که بده به این ناحیه 50% حداقل برسه. اوردر بلاک اولمون رو داریم اینجا میبینیم. اگر که FVG داشته باشه اوردر بلاک و به اضافه این که تایید رو بگیرید میتونید که اینجا وارد پوزیشن بشید و بره بالاتر. استاپتون کجا هستش؟ پشت اوردر بلاک آخرتون. خب این میشه کلیات استراتژی به همین سادگی، یعنی کار خاصی اصلا قرار نیستش که بکنید. اما چیزی که این استراتژی رو مهم میکنه، ببینید من بالای 1000 تا از این استراتژی بک‌تست گرفتم، بالای 100 تا من با این استراتژی معامله زدم. این تجربه‌ای که بهتون میگم رو حتما گوشه ذهنتون داشته باشید. یک این که حتما باید در جهت استراکچر معامله بزنید. اگر خلاف جهت استراکچر معامله بزنید ریسکتون خیلی بالاست و احتمالاً استاپ میشید. دو این که این 50% رو خیلی جدی بگیرید. یعنی شما اگر که FVG رو ندیدید و FVG پر نشد براتون مهم نیستش، اما این 50% مهمه. اولویتتون با استراکچر و 50%. اگر این دوتا رو ببینید 70% مسیر این استراتژی رو رفتید. این اوبی و کانفرمیشن فقط برای این هستش که مطمئن تر وارد پوزیشن بشید.
اصلی ها اینا هستن. ساختار رو تعیین میکنید، منتظر میمونید مارکت لگش رو بزنه، اسپایکش رو بزنه. بعد از اینکه اصلاحش رو داد، 50% حداقل اصلاحش رو داد، روی اوردر بلاک یا FVG معتبری که اونجا توی ناحیه 50% دارید میبینید وارد پوزیشن میشید که بتونید اسپایک بعدی یا همون لگ بعدی رو بزنید. هدفمون توی این استراتژی اینه که ما بتونیم که اسپایک ها رو از مارکت بگیریم. خب به این صورت پس این شد کلیات استراتژی من. کانفرمیشن چطوره توی چارت بهتون میگم. ببینید اصلی ترین تایم فریم این استراتژی 15 دقیقه هستش، اما از تایم فریم 4 ساعته و 1 دقیقه هم استفاده میکنیم. پس میشه 4 ساعته، 15 دقیقه، 1 دقیقه که 15 دقیقه برای ما اولویت هستش و ازش استفاده خواهیم کرد. خب بیایم سراغ چارتمون. ما گفتیم که آقا ساختارمون زمانی که زومات میکنیم کاملا نزولیه، خب اما زمانی که زومین میکنیم و لگ آخر حرکتی رو داریم میبینیم که آقا ساختارمون صعودی شده. چه اتفاقی افتاده؟ ببینید اینجا دقیقاً همین. برعکس این رو شما در نظر بگیرید، داری میبینید که ساختارتون صعودی هستش، اما کف و سقف‌های پایین‌تر اینترنال رو داره مارکت میزنه. این ساختاری که اینجا شروع شده برای من ساختار صعودی نیستش، همون کف و سقف‌های بالاتر اینترنالی هستش که مارکت داره نقد میشه که وارد آماده حرکت بعدی خودش بشه. تا چه زمانی من این اعتقاد رو دارم که مارکت برای من نزولی هستش؟ تا زمانی که سقف اکسترنال من از دست نرفته. سقف اکسترنال توی این روند کجا هستش؟ بیایی برای خودمون مشخص بکنیم، نواحی اکسترنال رو مشخص بکنیم. بالاترین سقفمون اینجاست. چه کفی رو ساخته؟ این رو. 50% حداقل باید اصلاح بده که من بگم که اون سقف جدیدی که میسازه معتبره. 50% اصلاحش رو داده، معتبره. کفی که ساخته کجا هستش؟ این کفه. 50% آیه اصلاح داده رو بره بالا، بله رفته بالا سقف جدید. 50% کف جدید که ساخته کجا هستش؟ اینجا هستش. آیا 50% اصلاحش رو داده که بعد از این کفی که ساخته های 50% رفته بالا که سقف جدید رو من اینجا در نظر بگیرم؟ خیر نرفته. ببینید شما اگر که در نظر بگیرید به 50%تون نرسیده، زیر 50% هستش، حداقل 40%، 30% براتون اصلاح داده. اشتباهی که هفته پیش تریدرها خیلی هاشون انجام دادن اینه که اومدن این رو به عنوان یک سقف در نظر گرفتن، این ناحیه رو به عنوان یک سقف اکسترنال در نظر گرفتن، گفتن که کفمون هم اینجا هستش. زمانی که این سقف از دست بره ساختار ما عوض شده، CH اتفاق افتاده، چنج اف کاراکتر، و من وارد پوزیشن بای میشم، در حالی که این به عنوان اصلاح مینور هستش، ماژور نیستش. 50% اصلاح رو بهتون نداده که به عنوان سقف اینو در نظر بگیرید. لگ حرکتی من همینه، این لگ حرکتی بزرگ من هستش و تا مادامی که این سقف از دست نرفته برای من روند عوض نشده. خب خیلی هم عالی. پس فکر کنم دیگه ساختار اکسترنال رو کامل یاد گرفت. دیگه کثیف‌ترین چارت ممکن بهتون آموزش دادم. اگر که بعد از این مشکل داشته باشید واقعا ناراحت میشم. خب بیایم مارکت رو ببینیم. یه نکته ای رو هم بهتون بگم، زمانی که اگر که توی تایم فریم 15 دقیقه یا توی تایم فریم های پایین‌تر گیج شدید و نتونستید که ساختار رو تشخیص بدید، بزنید تایم فریم بالاتر. توی 15 دقیقه اگر که گیج شدید بزنید توی تایم فریم 4 ساعته ببینید که چه خبره. تایم فریم 4 ساعتهمون چه خبره؟ یه ذره زوم این می‌کنیم. خب ببینید توی تایم فریم 4 ساعته کسایی که واقعا این رو اومدن به عنوان سقف در نظر گرفتن واقعا نیاز دارن که ساختار شناسی رو از اول کامل یاد بگیرن. این برای ما یه دونه اصلاح خیلی کوچیک بودش. توی تایم فریم 4 ساعته اگر که میزدید هفته پیش استاپ نمیخوردید توی این ناحیه. یعنی تایم فریم 4 ساعته بهتون کمک میکنه که استراکچر مارکت رو کامل تشخیص بدید. پس از ساختار 4 ساعته هم میتونیم برای این موضوع استفاده بکنیم که آقا ساختار اکسترنالمون رو تشخیص بدیم، به اضافه اینکه سوپلای اند دیمند یا همون ناحیه عرضه و تقاضا رو برای خودمون مشخص بکنیم. ناحیه عرضه و تقاضا هم همین بحث، اگر که بخوام ساده بگم اینه که 50% حداقل براتون اصلاح بده که به ناحیه سوپلایتون توی روند نزولی برسه که شما وارد پوزیشن بشید. خب کفتون توی تایم فریم 4 ساعته کجا هستش؟ اینجا هستش. سقفتون کجا هستش؟ از چه سقف این کف تشکیل شده؟ اینجا رو به عنوان سقف شما میتونید که در نظر بگیرید. خب این میشه سقف ما. یه دونه اوردر بلاک رو اینجا داریم، ولی این به معنی این نیستش که اگر که این اوردر بلاک از دست بره
چنج اف کاراکتر اتفاق افتاده. این به معنی این نیستش. پس لگ حرکتی ما شد از این زیر تا این سقف. خب 50% رو بیایید برای خودمون مشخص بکنیم. 50%ش کجا هستش؟ این ناحیه. این میشه 50% لگ حرکتی ما. ساختارمون گفتیم چه ساختاریه؟ ساختار نزولی هستش. پس ما منتظریم که مارکت اصلاح بده، بره بالاتر، بالای این 50% به ناحیه سوپلای ما برسه، به ناحیه تقاضای ما نزدیک بشه که از اینجا سلش رو بگیریم. آیا سوال پیش میاد میشه که ما زیر 50% هم وارد پوزیشن بشیم؟ بله میشه، به شرطی که مومنتومتون توی ساختار اصلاحی ضعیف باشه. ببینید مومنتوم ساختار صعودی رو یک حالا کندل خیلی بزرگ اینگالف رو زده، بعدش هم اومده اینقدر فشار خرید بالا بوده که گپ زده، یعنی با گپ باز شده مارکت. این هم به خاطر همون توافقی هستش که هفته پیش شایعش افتاد و باعث شد که مارکت یه ذره بره بالاتر. میشه که این کارو کرد، اما به شرط که مومنتوم صعودیتون ببینید که مومنتوم ضعیفی هستش، زیر ناحیه 50% وارد پوزیشن بشید. الان حماقت محضه که شما مثلا بیاد اینجا توی ناحیه مثلا 30% اصلاحی وارد پوزیشن بشید. میبینید دیگه مومنتوم صعودی چقدر قویه، خیلی پر ریسکه که وارد پوزیشن بشید. زمانی که مومنتوم خیلی قوی باشه منتظر میمونید که حداقل 50% اصلاحمون رو بهمون بده. خب آی راستکار میگید که 50% اصلاح بده، 50% رو داده، اوبی رو داریم برای خودمون مشخص میکنیم. کدوم اوبی برای ما مهمتر هست؟ این برای ما مهمه. آیا اینجا هم میتونیم وارد پوزیشن بشیم؟ بله میتونیم وارد پوزیشن بشیم، اما نسبت به این ناحیه پر ریسک تر هستش. یعنی شما توی ذهنتون آماده باید باشید که احتمال داره که این اوبی از دست بره. اگر که از دست بره خب من بالاتر میتونم وارد پوزیشن بشم، اما خب یک احتمال دیگه هم هستش که از همینجا برگرده. پس تریدر باید برای خودش مشخص بکنه، از قبل سناریوها رو بچینه که احتمال داره که این اوبی از دست بره. من پوزیشنم اینجا ناحیه ورود رو بهم میده، میتونم وارد پوزیشن بشم، اما توی ذهنم باید این رو داشته باشم که پر ریسکه. ممکنه که اینجا استاپ بخورم، اگر استاپ خوردم دیگه ناامید نشم، آماده بشم که توی ناحیه بالاتر که امن‌تر هستش برای ورود وارد پوزیشن بشم. پس از 4 ساعته برای سوپلای اند دیمند، مشخص کردن اوبی ها و ساختار اکسترنال میتونید که استفاده کنید. میایم توی تایم فریم خودمون. پوزیشن هایی که من زده بودم چه پوزیشن هایی بودن؟ یه دونه این پوزیشن رو داشتم که اینجا استاپ خوردم و 2 تا پوزیشن مارتینگل و یه دونه پوزیشن که بعدش زدم. خب بریم ببینیم که اون چیزی که توی ذهن من بود که وارد این پوزیشن ها شدم چی بودن. خب اوبی که اینجا مشخص کرده بودم اوبی مهمی بودش، داریم میبینیم که بهش واکنش نشون داد و اومد پایین. خب من اینجا زمانی که این رو دیدم گفتم که احتمال داره که از همینجا وارد ساختار نزولی بشیم که این گپ رو بخوایم پر بکنیم. اومدم یه دونه لیمیت رو اینجا گذاشتم، سل، استاپ رو هم بالای این ناحیه گذاشتم با این تارگت. گفتم که یه دونه ریوارد 4 خیلی شیرین رو میتونم بگیرم. چرا ناحیه ورودم رو اینجا گذاشتم؟ چون که خب اینجا یه دونه گپ FPG رو برای من تشکیل داده دیگه، احتمال داره که این برگرده این رو پر بکنه بریزه پایین. من از همینجا وارد پوزیشن نمیشم، ریواردم میاد پایینتر و ریسکم بالاتر، چون که خیلی احتمالش زیاده که این بره اصلاح رو بده، اون رو پر بکنه بعد بریزه. و اینجا یه دونه ناحیه نقدینگی رو من میتونم که داشته باشم. اگر که میخوای لیکویدیتی و نقدینگی رو هم بهتون آموزش بدم حتما توی کامنت ها بهم بگید که یه ویدیو جدا هم برای اون میسازم. ببینیم که چه اتفاقی افتاد. مارکت به پوزیشن من احترام نذاشت و استاپ خوردم. چرا استاپ خوردم؟ خب از قبل میدونستم که احتمال داره که مارکت به این اوبی زیاد احترام خاصی نذاره و این رو هانت بکنه. چرا هانت بکنه؟ ببینید 1 بار واکنش، 2 بار واکنش، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار، 8 بار بهش واکنش نشون داده. من این رو اگر که حالا اکستند بکنم میبینید زمانی که یک اوردر بلاک بیش از حد بهش واکنش نشون میده مارکت، احتمال این که هانت بشه و از دست بره و دیگه بهش احترام نذاره خیلی زیاده. چون که خب ببینید شما اگر که تریدر سلر باشید اینجا وارد پوزیشن شده باشید، یک بار اینجا وارد پوزیشن شدید سودتون رو اینجا برداشتید، دیگه این ناحیه‌ها وارد نمیشید. تریدرهای دیگه ممکنه که اینجا وارد بشن و خب نهایتا دیگه سودشون رو اینجا گرفتن و دیگه اینجا وارد پوزیشن نمیشن، چون که قبلا خودشون اینجا وارد شده بودن و سودشون رو گرفته بودن. پس احتمال خیلی زیاد بود که این ناحیه هانت بشه. بریم در ادامه
من یک بار که اینجا استاپ خوردم، یک بار دیگه اومدم اینجا وارد پوزیشن شدم. چرا وارد پوزیشن شدم؟ به همون دلیلی که بهتون گفتم. به اضافه این که دو تا سقف دوقلو هم اینجا دارم میبینم که بالای این هم ناحیه نقدینگی میتونه باشه، لیکویدیت پول میتونه باشه که دوباره گفتم اگر میخواید حتما توی کامنت ها بنویسید که براتون ویدیو بسازم. با این استراتژی ترکیب بکنید محشر میشه نواحی حالا نقدینگی رو. استاپم رو اومدم کجا گذاشتم توی این پوزیشن؟ اومدم روی 44.19 گذاشتم. الان بهت توضیح میدم که چرا این ناحیه گذاشتم. ببینید این اوردر بلاک برای من مهم نیستش، یعنی اوردر بلاک ضعیفی هستش، احتمالش خیلی زیاده که مثلا مارکت بیاد این رو اینطوری هانت بکنه بعدش بریزه. پس من اگر استاپم رو پشت این اوردر بلاک میذاشتم از اول، درسته که ریوارد بزرگ رو بهم میداد، اما استاپ شدنم احتمالش زیاد بود. قبلا استاپ خورده بودم، نمیخوام که دیگه استاپ ریسکی بذارم. اومدم یه دونه اوردر بلاک رو بالاتر تشخیص دادم، این اوردر بلاک رو. شما اگر که بزنید توی تایم فریم 1 دقیقه میبینید که اینجا یه دونه ناحیه‌ای هستش که مارکت کاملا بهش واکنش نشون داده. اومدم این رو تشخیص دادم برای خودم، استاپم رو پشت این گذاشتم. یک استاپ امنی هستش، یعنی اگر که اوردر بلاک اول از دست بره احتمال اینکه به اوردر بلاک دوم نرسه خیلی زیاده. تیپیم رو کجا گذاشتم؟ تیپیم رو پایین این کف گذاشتم. 43 28. یه حالا ریوارد 1.5 رو بهم میداد. اینجا دستی وارد پوزیشن شدم، یعنی توی همون لحظه خودم پوزیشن رو باز کردم، گفتم که آقا احتمالش خیلی زیاده دیگه این اوردر بلاک از دست بره، مثلا اینو هانت بکنه. چرا من جزء اون هانترها نباشم؟ چرا من جزء اون شکارچی‌ها نباشم که این نقدینگی رو جمع میکنم؟ اومدم یه دونم اینجا لیمیت گذاشتم. 0.5% به این حجم دادم، 1% به این حجم دادم. پوزیشن بالایی برای من خیلی مهمتر بود، چون که احتمال داشت که به این برسه، اصلاحش رو بده بعد بریزه. اما شاید توی ذهنتون باشه که چرا اصلا منتظر نموندی که فقط همین رو بگیری؟ چون که خب احتمال داشت که از اینجا هم بیاد پایین تر دیگه. من که نمیدونستم که مثلا حتما میخواد بره به اینجا برسه یا از همینجا بیاد پایین تر. بازی ریسکه، بازی احتمالاته و باید باش بازی بکنید. یکی از ابزارهایی هم که باید داشته باشید همین بحث مدیریت سرمایه هستش. با همون استاپ، با همون تیپی، ریوارد بیشتر از 2.5 رو پوزیشن دوم بهم میداد که ریسکش هم بزرگتر بودش. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. من سرعت رو بالاتر میبرم. دارید میبینید که پوزیشن دوم من هم فعال شد، این ناحیه هاند شد، نقدینگی جمع شده، اما همچنان ساختارمون سودی هستش و ریسکیه. من اینجا حسابم توی ضرر بود و خب میترسیدم. ببینیم چه اتفاقی میفته در ادامه. حسابم میره توی سود، دوره ضرر سود. چند روز من همینطوری ضرر سود دیدم توی این پوزیشن، یعنی چند روز پشت سر هم دیگه من توی این پوزیشن بودم و استرس داشت برای من. اگر تریدر آماتور بود همینجا پوزیشن رو میبست و میرفت پی کارش. اما خب من نسبت به سیستمم و استراتژیم اعتماد به نفس دارم و باور دارم. چند روزه که درگیر همین پوزیشنم. اونی که اینجا بیاد این حرکت رو هم ببینه مطمئناً که اینجا خارج میشه و میاد میگه که آقا من جهت رو اشتباه تشخیص دادم، چنج اف کاراکتر اتفاق افتاده، این ناحیه از دست رفته و باید وارد پوزیشن بای بشم. اما همچین خبری برای من نبودش و من منتظرم که اون لگ حرکتی رو ببینم و این گپ برای من پر بشه. ببین چه اتفاقی افتاد. چند روز توی پوزیشن بودم، با 2-3 تا کندل برای من تارگتم رو پر کردش. یعنی مارکت همچین چیزیه، اگر که توی مارکت صبر نداشته باشید بهتون نتیجه نمیده. ببینید پوزیشن رو، همین پوزیشنی هستش که اول استاپ خوردم، اینم 2 تا پوزیشن بعدیه. خب اومدم گفتم که آقا الان من سودم رو گرفتم. فردای اون روز اومدم مارکت رو باز کردم. چه اتفاقی افتاده؟ یه دونه اینجا ناحیه‌ای رو داریم که مارکت بهش واکنش نشون داده. اگر که این رو حالا اکستند بکنید به اون ناحیه میرسید. اوردر بلاک هم اینجا اومده تشکیل شده این بار و از اینجا حالا اسپایک من تشکیل شده. یه دونه هم اینجا اوردر بلاک رو دارم. اگر بزنید تایم فریم 1 دقیقه دوباره میبینید که اینجا شما یه دونه اوردر بلاک دارید که بعد از این استاپ همچین ریزشی مواجه شدید.
خب پس من استراتژیم چی هستش؟ منتظرم که 50% بهم اصلاح رو بده. 50% این لگ رو من اصلاح ببینم میتونم که وارد پوزیشن بشم. لگ اصلی حرکتی من اینجا هستش. 50% بهم اصلاح رو بده میتونم که وارد پوزیشن بشم. ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میفته. سرعت رو میارم پایین‌تر که پوزیشن آخر رو بهتون نشون بدم که چطور وارد شدم. خب میاد به ناحیه اوردر بلاک من میرسه. من اومدم اینجا یه دونه سل استاپ گذاشتم با استاپ پشت این و تارگت فکر کنم اینجا بود. چرا این کارو کردم؟ چون که اگر که بیاد زیر این ببنده، شما تایم فریم 1 دقیقه رو ببینید، اینجا یه دونه گره مینور رو توی ساختار اینترنالتون میبینید. ساختار یعنی کف ساختار اینترنال من از دست میره. بذارید بهتون نشون بدم. دقیقاً همین رو دارم بهتون میگم. اگر که بیاد زیر این کف ساختار اینترنال از دست میره و احتمال اینکه چنج اف کاراکتر اتفاق بیفته توی تایم فریم 1 دقیقه خیلی زیاد میشه. هم تایم فریم 4 ساعتم، هم 15 دقیقم، هم 1 دقیقم در یک جهت هستش. پس احتمال اینکه پوزیشنم نتیجه بده خیلی زیاده. استاپ هم رو گذاشتم پشت این اوردر بلاک. خیلی ریسکیه و اما خب میارزه که ریسکش رو بکنم. ببینیم چه نتیجه میگیریم ازش. فعلا پوزیشنم فعال نیستش، لیمیت گذاشتم اون پایین. الان فعال شد. میریم توی سود و به این شکل با تی پی از پوزیشن خارج میشیم. این میشه معاملات من که اینجا کامل دیدید و خب توی یه حساب لایف $400 برداشتم رو زدم. معاملات ضررم رو بهتون نشون دادم، معاملات سود رو هم بهتون نشون دادم. توی یورو هم همچین اتفاقی افتاد دیگه. اول ویدیو بهتون گفتم چون که من نمیخواستم که حالا اینجا بیش از حد ریسک بکنم، اینا رو فری خارج شدم و بعدش حالا توی اصلاح اومدم یه دونه پوزیشن یورو هم مثل همین پوزیشن آخر طلا ازش گرفتم و سودم رو کردم. این میشه معامله کردن شما. خیلی ساده. 4 تا قدم رو در نظر بگیرید. قدم اول استراکچر، 50% اصلاح، اوبی معتبر و نهایتاً تایید ورود به پوزیشن. امیدوارم که موفق باشید. اگر که میخواید همچین سبک ویدیوهایی رو دوباره براتون بسازم، حتما توی کامنت ها برام بنویسید.